سلام برابر، چطورین؟ امروز اومدیم با یه بتلی که بتلش فرق میکنه از بتلای دیگه. مثلا این بتل مثلا میتونی 5 بار بیای داخلش و یه انمی میاریم با متیک میزنیمش و نگاه کنید نشون نداد حالتش دیگه. بچه نگاه کنید، اگه نشون بده 5 بار میتونی بیای داخل بازی. اینو آلکاراز میمونه. 5 بار میتونی بیای تو بازی و میتونی 5 بارم اشغال کنی دیگه. بچه بعدا نمیدونم قضیه این تانکی چیه. قضیه تانکی هر رو نمیدونم بچه. و نگاه کنین بازی، سطح بازی عالیه. و بچه ماشین سوار میشیم. اول تیر مهمه بچه. میریم گاز و گوز میریم وایسادیم و میریم تو این خونه. یعنی در خانه رو باز میکنیم و میبینیم آخ جان یه 10 تا تیر گذاشتن. این دیگه ای بدیان میایم میبینیم این بالا رو، میگیم جان تیرامون خوب شد. بچه ها میایم اینجا میگیم کی رو داریم کرد، بریم بزنیمش. بریم یه ذره جلوتر، یارمون رو زدن. یارمون هم میتونی چند دفعه بیاد دیگه تو بازی. بچه و میریم یکی رو پیدا کردیم. بایسا بزنش. جا لگ گرفتم بچه، خوب نمیتونستم بزنم، لگ گرفته بودم با اسنایپر. با اون لگم لگم الان درست شد بچه. با اون لگ یه تیر بهش زدم. ناکنید بچه لگ گرفتم، اصلا بازی کرش کرد. الان درست شد. ناکنید بچه الان با اسنایپ ندارم ولی 113 تا دمیج دارم با اسنایپ بهش بچه. و میایم دوباره کرش کردم. بیا تو دیگه بچه گوشیم کرش میکنه یا همون میدازه بیرون و الان فکرم اومدم دوباره. بچه نگاه کنید، میایم نگاه میکنیم و میگیم شماره 1 سلام. بچه میریم بچه بعدا با اسنایپ میگیریم. اسنایپ بگیری زایمون نکن. دوتا میدازیم همینجور علکی که برای دیده شدن انمیا نریزن سرمون. بچه ها میایم الان همه میایم چیه یه پوشی هم با اون میدن. بچه ها یکی از دوستامون سوار تانک شد. اگه ببینین یکی از دوستامون سوار تانک شده. بچه انمی هم گیر نمیاره. بچه نها کنید مشکل امتیکه. بچه نها کنید رفت. بگیرش چه شانس بدی داشته نگرفتش. میریم بچه ها و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردیم بچه. خداحافظ.